سلام دوستان، اومدیم به هم بازیگرانی همراه با مادرم. بله سلام. من اومدم یه بازی ترسناکه که واقعا حالمو بد میکنه. به اصرار دخترم اومدم و اصلا به بچه‌های کم سن پیشنهاد نمیکنم. گرانیه؟ گرم برو بالای گرانی. خب اصلا خیلی بازیگرانی خوبه، ترسناکه. اگه سر نور اینو زیاد کنم. خب نایت یک دی یک روز یک. صداشم بلند کنم. اینجا خونه گرانی الان. بله. ما باید بریم که اون ما رو نبینه. بعد چه کار کنیم؟ هدف اینه که بریم ما رو نبینه. بعد چه کار کنیم؟ هی بریم اتاقشو بگردیم. نه گرانی الان کجا قایم شده؟ زیر این میزه. نکن. گرانی رد شد. وای یک دوست اون چیزی که برق میزنه برو بردار. اینا چاقوه چیه؟ مامان بیا گرانی بیا پیداست کنی. بیا. خب الان باید اینو پرت کنم که صدا بشنوه. بیا صداش دقیق تا آخر والا زیاد صدا. بیا بیا خوشگله. بیا خب الان میتونی بزنیش. بزن تون بیشتر نمرد. بله 2 ثانیه دیگه زنده میشه. خب پس دوستش. خب من اینو میذارم اینجا. خب اونو بردار. اینجاست. من برم از در اصلی رو باز کنم. تاچش خیلی خوبه اصلا آیفون. دیدی؟ آره میذارم. من میخوام از در اصلی برای بهت نشون میدم. بگو از کدوم فرار کنیم. باشه اون الان بیدار شده ها. نه ما بیدار نمیشه. رو ایزیه. خب از قایق اولیش میخوای از رو قایق برچیم. قایق اینه نگاه کن. قایق اینجاست. از اونجا میخوای رد چی؟ یا از هلیکوپتر میخوای رد چی؟ هلیکوپتر؟ آره هلیکوپتر. رو پشت بومه؟ آره من کجا میدونی؟ هلیکوپتر رو پشت بومه دیگه. آخ چون این کلیدم اینجاست. خب این کلید برای چیه؟ برای هلیکوپتر. 10 ثانیه. 10 9 8 7 که میبینیم هلیکوپتر. ای وای گرانی میلتو داری؟ خب ولشون. آهنگ مورد علاقه. میدونی این چی میگه؟ آهنگ میذاری نه این خودم خیلی دوست. فقط یکی با هم کاری نداری. نه اینجا هم نمیده. صدا بشنوه بیاد. خب چرا میخوای بیاد؟ که بخوشمش بازی.